سلام و درود به همه اونایی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که ریکول یا همون لگد اسکوپ ها رو کاهش بدین، مخصوصا برای اسکوپ 6 که بیشتر پلیرها میخوام فاصله های دور رو باش اسپری کنن. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه چنل ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم، هیچ متعلقی رو بر ندارید. همونطور که میبینیم من فقط اون خشاب ماکسیموم رو برداشتم، اونم به خاطر تیرای زیادی که میگیره، وگرنه هیچ دم و دستگاهی رو توی کیفم نمیتونیم پیدا کنیم. اونا بازیتون رو ضعیف میکنن. چرا؟ چون شما بعضی مواقع میشه که نمیتونید اون متعلقا رو پیدا کنید. پس همیشه بدون متعلق تمرین کنین تا دستتون برای گرفتن ریکویل بدون وسایلاش عادت کنه. پس نکته اول، متعلق ها رو بر ندارید، مخصوصا وقتی که تمرین میکنید. خب نکته بعدی اینه که وقتی بالا سمت چپ رو نگاه میکنین 3 تا خط هست که اگه اونو تپ کنین 3 تا گزینه بالا میاد که ما با ADS کار داریم. لگد اسلحه رو با این قسمت کنترل میکنیم. خب اسکوپ های پایین لگدگیریشون خیلی کار آسونیه. مهم برای لگدگیری واسه پلیرها اسکوپ 6 هست که اونم یکم بعد بهتون میگم. خب برای لگدگیری مثلا توی اسکوپ 2 حساب کنین چند تا اسکوپ بردارم. خب شما وقتی تیر میزنین تیر میره به سمت بالا. پلیرهایی که ژیروسکوپ بازی میکنن برای گرفتن لگد کافیه که گوشی رو همزمان با تیر زدن خم کنن، ولی برای پلیرهایی که ژیروسکوپ ندارن کافیه که وقتی تیر میزنن همزمان انگشت شستشون رو به سمت پایین بکشن. ببینین اینجوری میبینین که برای گرفتن ریکورد کارتون آسونه، ولی بازم اگه دیدید که وقتی تیر میزنین تیراتون به بالا میره کافیه که از قسمت ADS اسکوپ 2 رو زیاد کنید. اگه برای خودتون دیدید که تیر به سمت بالا میره بدونید که ADS همون اسکوپتون کمه و باید بیشترش کنید. معمولا 5 تا زیاد میکنن. این حالت کلی لگدگیریه. حالا میتونین همین کارا رو روی اسکوپ های دیگه هم خودتون انجام بدین و بهترین تنظیمات خودتون رو داشته باشین. پیشنهاد میکنم سعی کنید خودتون برای خودتون تنظیمات درست کنید، نه اینکه تنظیمات سنسیویتی بقیه رو برای خودتون کپی پست کنید، چون اون فرد بر اساس راحتی و نسبت به مدل گوشی که داره تنظیم کرده. ممکنه که شما با اون تنظیمات جوری که خودتون میخواد نتونید پلی بدید و راحت نباشید. اوکی؟ خب حالا میرسیم به بحث اصلی این ویدیو که مربوط میشه به اسکوپ 6. خب نکته اول اینه که وقتی اسکوپ میگیرید اون اجاست رو بزنید و اسکوپ رو از روی X6 به X3 بذارید. این کار باعث میشه تقریبا 25-30% ریکول کم بشه. هیچ وقت روی X6 نذارید. پس اسکوپ 6 رو که روی اسلحه میندازین اون رو از X6 به X3 بذارید. اوکی؟ نکته بعدی اینه که ADS ها رو یکی یکی امتحان کنیم ببینیم که با کدوم میتونیم به راحتی فاصله های دور رو اسپری کنیم. فقط با این تفاوت که باید روی اسکوپ 3 تنظیم کنیم چون اون رو روی X3 گذاشتیم. خب مثلا اولین عددی که میخوایم امتحان کنیم 32. معمولا پلیرها بین 24 تا 40 براشون اوکیه. خب الان برم من یه تستی کنم. خب همینطور که میبینید تیرها یه کمی به بالا میرن، پس باید بریم به قسمت ADS اسکوپ 3 و اونو یکم زیاد کنیم. حالا بریم اینم یه تستی بزنیم.
همیشه برای تمرین کردن برای اسپری با اسکوپ 6 اول روی تابلو 100 متری تمرین کنید. اوکی، حالا یه تستی بکنیم. حالا قرار نیست همه تیرا به اون هدف برخورد کنه. اگه دیدید که اکثر تیراتون به هدف برخورد کرد یعنی اوکیه، میتونید برید واسه مرحله بعد. و این نکته‌ام یادتون باشه که من بدون جایروسکوپ دارم اسپری میکنم. هیچ گونه هم متعلقی روی اسلحه ننداختم. بیشتر پلیرها میدونن که لغتگیری بدون جایروسکوپ خیلی سخت‌تر از اینه که شما با جایروسکوپ بازی کنید. جایروسکوپ میتونه بهتون کمک کنه تا لغت اسلحه رو بگیرید. خیلی راحت‌تر باهاش کار کنید، ولی حالا چون ما بدون متعلق اسپری میکنیم یه کمی سخت شد. اگه بیشتر بدون جایروسکوپ تمرین کنیم میتونید خیلی بهتر از بقیه پلی بدید. خب روی این تابلو اگه دیدید بیشتر تیراتون به هدف میخوره برید مرحله بعد. خب مرحله بعدی اینه که روی هدف بعدی تست کنید. حالا میتونید اون بالا هم برید. خب بعد این هدف 100 متری روی هدف 150 متری تمرین کنید. خب نکته ای هم که میخوام برای هدف دوم بهتون بگم اینه که وقتی فاصله بیشتر از 100 متر یا 130 متر رو اسپری میکنین بشینید. اگه وایسید نگاه کنین. تیر زدن براتون سخت میشه، ولی اگه بشینید بذارید یه تستی بکنیم. خب دیدید که نشستن نسبت به رو پا وایسادن ریکویلش کمتره. پس توی فاصله های بیشتر از 100 متر 130 متر بشینید. اوکی، اگه این کارو بدون متعلقات تمرین کنین، بعد اینکه اون دم و دستگاه رو انداختین روش میبینید که چقدر راحت میتونین اسپری کنین و بازیتون خیلی بهتر شده. وقتی هم بدون متعلق تمرین کنین دیگه توی بازی نیازی ندارید که باید حتما اونا رو پیدا کنین. پس اول اسکوپ رو میذارین روی X3 و میرید روی قسمت ADS و اسکوپ 3 رو با میل خودتون تنظیم میکنید. وقتی که میشینید ریکول بهتر میشه. اگه دراز بکشیدم تقریبا 50% ریکول رو میتونین کاهش بدید. خب دوستان اینم بگم ویدیو رو زیاد کش ندم. برای اینکه شما توی این زمینه قوی و پرو بشید باید هر روز بیاد به قسمت تمرین اول فاصله 100 متری و بعد 150 و 200 رو تمرین کنید و یادتونم باشه حتما بدون متعلق تمرین کنید. خب دوستان مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم براتون مفید باشه. اگه تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. پس تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.